نجم خان 31 ساله هست. عبدالودود متین 24 ساله. تو ورزشکار در وزن 80 کیلوگرم مقابل هم قرار خواهند گرفت. قد هر دو ورزشکار هم 180 سانتی متر هست. بله، اولین ورزشکاری که در مسابقه مرکزی وارد ورزشگاه خواهد شد نجم خان از کشور پاکستان است. هست کاملا با تجربه، او را آماده حضور در قفس میکنه. شما به گونه زنده از طریق طلوع مر وارد قفس شد. به محل برگزاری مسابقات پای خواهد گذاشت عبدالودود متین. بولدوزر وارد ورزشگاه شد، محل برگزاری مسابقات. او از ولایت فرا از غرب افغانپایان جشن بگیرند. زکی رسولی در مسابقه نیم مرکزی آرام با ما هست. بله، مجدد سلام میکنم خدمت شما و بینندگان. در پیروزی رسید عبدالودود متین داخل قفس شد. امان الله نورستانی و معرفی دو ورزشکار در مسابقه مرکزی شب نبرد. و حالا میرسیم به مسابقه مرکزی لایو از تلویزیون جهانی طلوع المر، فقط در شب نبرد. با قوت اتک انرژی درینک مشت پرقدرت در نخست از کارنر سفید این مبارز با رکورد 3 برد و هیچ باخت در رشته MMA با قد 180 سانتی متر و در وزن 80 کیلوگرم به نمایندگی است انجمن مویتای عقاب از ولایت فرا عبدالودود متین. این مبارز با رکورد 7 برد و 1 باخت در رشته MMA با قد 186 سانتی متر و در وزن 80 کیلوگرم به نمایندگی است فایت فورترس از کشور پاکستان نجم الله خان. مسابقه 5 راوند 5 دقیقه‌ای می باشه و داور مرکزی این مسابقه استاد جمشید قیوموف. توجه باشید به صدای من. نبرد را دوست نمیزنیم، کج را نمیخافیم، دستگوش را نمیخافیم. اما بکنش. بله، مسابقه مرکزی با توجه به حضور نجم خان در بله، نجم خان من فایتاش رو کردم. یه فایت جنگنده و غیر قابل پیش بینی هستش. واقعا فایتر فوق العاده جسور و رو به جلویی هستش. راوند اول آقای نورستانی هم آمدند. بله، نجم خان با مقابل عبدالودود متین. هر دو ورزشکارا من فکر میکنم یک ذره و آنالیز میکنن فایتشان من فکر میکنم کمتر تکنیکی باشه و بیشتر سر قدرت و سر زور و سر شیمه باید بره. ببینیم که مشت چپ خیلی خوب، یک های کیک و یک حمله خیلی مقبول از نجم خان. این بار من میبینم که یه مقداری عقب کشیده ودود عبدالودود متین. ناگفته نمانه که نجم خان رکوردشان بالا هست و نجم خان خیلی یک فایتر تجربه خوبی هم مقابل افغان ها داره. بله، 3 مسابقه 3 برد. بله، عبدالودود متین 3 مسابقه 3 برد داره. این فایت جور کردید انتقام بگیرید دیگه. نه، چون که در وزن 80 کیلوگرم فایتر خیلی کم است. مشتای پای در پای از عبدالودود متین و عبدالودود متین و ناکاوت. 1 دقیقه و 5 ثانیه. خیلی خطرناک هست. چی هستین نجم خان؟ از قبل گفته بودن که از کجا آوردین؟ هوک های خطرناکی داره. از درگیری و سکوت مطلق در محل برگزاری مسابقه. امیدوار هستم که عبدالودود متین حالش خوب باشه. تمام کرد کار در همان
1 دقیقه و 5 ثانیه. البته اینجا 1 دقیقه و 11 ثانیه ثبت شده. نه یکم فکر کنم سریعتر. من فکر می‌کنم زودتر به پایان رسید مسابقه. اجازه نداد نفس بکشیم. همه سالن سورپرایز شد. سورپرایز بزرگی بود. باز هم مقابل افغان‌های نجم خان به پیروزی رسید. می‌بینیم لحظات برتر آقای ابراهیمیان با هم. یک بار ببینیم که این صحنه است که اینجا لحظه‌ای که البته ندیدیم که چگونه اگه اون لحظه به اینجا رسیدیم، اما کارگردان تلویزیون که اون لحظه رو بتونه پیدا کنه، لحظه که هوک راست